سری تماشابین که مثلا با چشم خود و با گوش خود این اطلاعات رو با معاینه سر موجود می‌سازند. اکنون هر یک اطلاعات تاثیر می‌رسونه. مثلا گیریم تاثیرات‌های جسمی، طرز خورد و خوراک، طرز حیات که مثلا میبرد نسبت به جسمش. دویم این مناسبت احساسی است. اگر که مثلا تصور کنید فیلم‌ها که در آنجا ناخوشایند نادرست باشد، ضدیت باشد، مثلا بدبینی و نفرت باشد، همه این و مثلا شعور بیننده و هوش بیننده تاثیر می‌رساند. مسئله‌های عقلی، مسئله‌هایی که وقتی که ما مناسبت خود رو با جمعیت معین می‌کنیم، در همه فیلم مناسبت انسان با جمعیت هست و در این جمعیت خیلی مناسبت می‌کنه. از جمعیت می‌دهد یگان چیزی یا می‌گیرد یا جمعیت عبور می‌کند یا هیچ چیز نمی‌تونه می‌گیرد یا اینکه مثلا جمعیت رو ویران می‌کند. اما مسئله روانی، حالت روانی انسان، حالت روانی انسان رو به شکل کلی می‌بینیم. این احساسات کلی حسیات‌هایی که انسان با 5 حس می‌گیرد یکجایی و این معین می‌کند اراده انسان را و دقت انسان را. اون چیز دیگری که مثلا تلقین‌های اجتماعی هست. تلقین‌های اجتماعی یعنی که انسان همچون قسمی از جمعیت، قسمی از جماعت خود که باشد، پس یگان نقشی را در جمعیت خود می‌بازد و شرایط‌های خود را می‌سازد و مناسبتش را معین می‌کند و قانون‌های اون جمعیت را رعایت می‌کند و جمعیت را آباد می‌کند. در همه فیلم مناسبت‌های مثلا هستند. ما میگیم مناسبت او با طبیعت. در همه فیلم‌ها طبیعت هست. و وقتی که مناسبت با طبیعت باشد، تازه نگاه داشتن آب، صرف نکردن مثلا آب، هوا رو مثلا افلاس نکردن. مثلا ما می‌بینیم کسانی که تیرماه هست، برق جمع می‌کنن و آنها رو می‌سوزانند و هوا رو افلاس می‌کنن. نمی‌دونن که این هوا وقتی که افلاس شد نفس می‌گیرد و دیگر آدم‌ها می‌تونن که عذاب ببینن یا بریدن درختان. ما می‌بینیم جهت ایدئولوژی، غایه عقیدوی که انسان مثلا برای عقیده خود چیکار می‌کنه و البته همه نمود فیلم عقیده و غایه خود را دارند، یعنی مناسبت او با حیات چنین هست. پس از این برمی‌آید که ما اگر با فیلم‌هایی که هستند از روی نقطه نظری مثلا روانی نگاه می‌کنیم، این سبب آن می‌شود که در جمعیت بی‌سرانجامی‌ها از حساب تربیت‌های فیلم‌های گوناگون شدنش ممکن است. و مثلا خود پرزیدنت ما چند بار